دوستان گرامی، برای دوخت نوارهای تزئینی با پهنای بیشتر از 2 سانتیمتر روی لباس و از جمله این کت مانتویی که من دوختم، باید یک سری نکات اساسی را بلد باشیم تا بتونیم کارمون تمیز و مرتب و قابل استفاده باشه. پس با من همراه باشید. اگه آموزش براتون مفید بود، آموزش رو لایک و نظرتون رو کامنت کنید و با عضو شدن در کانال میتونید کلیه آموزش‌های قبلی و بعدی کانال رو دریافت کنید. میخوام از این قسمت سرشانه تا پایین این قسمت جلو مانتو رو نواردوزی بکنم، از این نوارهای تزئینی، کنفی یا هر چیزی که دلخواه خودتونه. اما با توجه به اینکه این نوارها پهنا دارن، الان این نوار 4 سانتیمتریه، در این قسمتی که حالت گرد داره باید طوری ما این نوار رو دوخت بزنیم که این قسمت گردی و این قسمت گردی رو هم ساپورت کنه. یعنی اینجا گردی ما کمتره از این قسمت، در نتیجه از اینجا فضای بیشتری میخواد ولی اینجا کمتر، و این نوار هم حالت خشک داره و انعطاف نداره که ما بخوایم اینو حالت گرد در این قسمت بذاریم و این باید قلق کار خودش رو داشته باشه. همچنین کار دیگه یه که باید انجام بدیم برای این گوشه است. موقعی که اینو میدوزیم میایم اینجا به این شکل برگرده و روی این قسمت به حالت موازی با لبه قرار بگیره. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، این قسمت که پهنای نوار روی اون قرار میگیره باید اینو اندازه بگیرم، نه این قسمت رو. ببینید این قسمت کمتر شد اما این قسمت بیشتر شد. باید من این قسمت رو در نظر بگیرم. برای مثال الان شده این 22 سانتیمتر. از لبه این نوار 22 سانتیمتر رو جدا میکنم، یه سنجاق میزنم. البته حتما یکم اضافه هم برش بذارین. به این شکلی که میبینید این اندازه‌ای که لازم داشتم جدا کردم. اینجا یه سنجاق میزنم، بعد گوشه اینو ببینید به این شکل، اینو طوری از این گوشه‌ای که سنجاق زدم تا میزنم و برمیگردانم که این دوتا به هم طوری برسن که کاملا یک زاویه 90 درجه اینجا درست بشه. این خط دوخت میخوره، این قسمت کامل برمیگرده. اما برای این قسمتی که اینجا اضافه داشت باید این لبه رو خورد بدم طوری که این لبه اندازه این حلقه گردن بشه و بر لبه دوم که اینه به اندازه این حلقه بزرگتر بشه. نکته دیگه که باید بهش توجه بکنم این نخ‌ها هستن. ببینید نخ رویی که میخوام این قسمت رو باهاش بدوزم از رنگ اینه و نخ زیری هم از رنگ اینه. مقدار خوردی که اینجا لازم دارم باید به اندازه‌ای باشه که هم زیاد به چشم نخوره، مشخص نباشه که اینجا من خورد دادم، هم این قسمت کاملا روی پارچه نشسته باشه. ببینین الان صاف نشسته روی پارچه. ببینین اینجا من یه چرت‌هایی هم زدم به خاطر اینکه این قسمت به راحتی برگرده. زمانی که به این گوشه میرسم به اندازه‌ای که برای دوخت لازم دارم اینو دوباره تا میزنم، به این قسمت که میرسم به این شکل برمیگردم. حالا برمیگردم. از این به بعد دیگه کار راحته چون مسیر صافه و خورد لازم نداریم. دوباره به همان میزانی که از لبه لازم داشتم براش فضا ایجاد میکنم و کار دوخت رو انجام میدم.
باید برای دوخت طرف مقابل نوار تزئینی مواظب باشیم که نوار روی یقه لباس حالت کیست و برآمدگی پیدا نکنه و کاملا روی لباس بخوابه. برای تکمیل یقه لباس که یقه گرده باید ابتدا سجاف حلقه گردن پشت رو دوخت بزنیم. سپس زاپاس دوخت رو روی سجاف برمیگردانیم و برای دوخت دوم باید سجاف رو در چندین جا چرت بزنیم. سپس دوخت دوم رو انجام بدیم. حالا سرشانه بالاتنی جلو رو مابین سرشانه و سجاف حلقه گردن پشت قرار میدیم. و دوخت سرشانه را هم انجام میدیم تا به این شکلی که میبینید خط دوخت سرشانه ما بین سجاف و سرشانه قرار گیره و دوخت تمیزی در حلقه گردن لباس داشته باشیم.